خانمی از کشور مالزی با نام نورمالانا حسن به مدت 30 روز در یک محفظه شیشه‌ای با 2700 عقرب رکورددار جهانه. سامسودین مردی از کشور مالزی در سال 94 با 6000 عقرب دومین رکورددار است. اما امشب در جمع ما قهرمانی است از ایران، مردی است از ایران که با 6500 عقرب به مدت 33 روز در یک اتاق شیشه‌ای با این عقرب‌ها زندگی کرده و در دنیا الان رکورددار زندگی با عقرب به تعداد 6500 عقرب یک ایرانی است به نام محمد شیرزاد. در جمع ما به افتخارش دست بزنید، تشریف بیاره روی سن. صدای دستا شله، رکورددار دنیاست. صدای دستا شله. ماشاءالله. آقای شیرزاد خیلی خوش آمدی. خودتو معرفی کن، الان برمیگرده. خودتو معرفی کن. به نام خدا محمد شیرزادم از رفسنجان. از کجایی؟ رفسنجان. چند سالته؟ 49 سال. 49 سال. 49 سال محمد شیرزاد از رفسنجان. رفسنجونیه یه دست بزنن. ماشاءالله. خب دخترته ماشاءالله، پسرته، شما خودت معرفی کن. هنگامه شیرزاد هستم، 18 سال. شما؟ به نام خدا امین شیرزاد هستم، 14 سال. به نام خدا احسان شیرزاد هستم، 12 سال. به نام خدا ایمان شیرزاد هستم، 10 سال. ماشاءالله به خانواده شیرزاد دست محکم به افتخارشون بزنید. باورتون نمیشه، من وقتی این عکس آقای شیرزاد رو دیدم ترسیدم، به دلیل اینکه ما رو عقرب روی سر و صورتش داره حرکت میکنه. اجازه بده آقای شیرزاد این سمت بچه ها برگردن، شما یه دست به افتخارشون بزنید. خب اجازه بدید سکوت باشه، یه توضیحی بده. من الان 39 کیلو عقرب دارم، 64 تا مار که در سال 10,000 دونه به مؤسسه سرمسازی راضی میدم تهران که همون قسمت داروییشه، اونا استفاده میکنن و الان هم این بچه ها با این عقربا بازی میکنن.
ماشاءالله. اجازه بده، بچه هاش با عقرب ها بازی میکنن، مثل خودش بچه ها تربیت شده که انشالله برن توی محفظه شیشه‌ای همینطور رکورد بزنن. این شیشه پر عقربه، عقرب هم خطرناکه. چقدر عقرب دارید؟ 39 کیلو عقرب. 32 کیلو. کیلوی چند هم؟ هر 10,000ش میشه 3 میلیون تومن. هر 10 تاش؟ هر 10,000. هر 10,000 تاش میشه 3 میلیون. بعد به کجا گفتی میدی؟ به سرمسازی رازی تهران؟ تهران. مورد دارویی دیگه، استفاده دارویی داره. الان ما 2 تا فیلم هم ساختیم رفسنجان، یکی نیش و نوش، یکی مثل هیچ کس. از شبکه 1 و شبکه 2 پخش میشه تا 1 ماه دیگه. تا 1 ماه دیگه در رابطه با کار خودته. خب حالا چه انگیزه‌ای باعث شد که این کارو بکنی؟ چرا رفتی سراغ عقرب؟ ولی من در سال 1354 زاهدان، یک بلوچ زاهدانی بود که خیلی تو این کار مهارت خوبی داشت و شاگرد ایشون بودم. از همون سال افتادم تا اینکه برنامه دیدنی ها از ما اومد، فیلم برداری کردن، تو برنامه دیدنی ها نشون داد. بعد ما 17 دقیقه تو شبکه CNN امریکا نشون داد. سال 78 قسمت دارویی که من این پسرم تشنج داشت، تشنجش با سم عقرب من خوب کردم. بعد 36 تا روزنامه کشوری، 4 تا روزنامه خارجی، 17 دقیقه در شبکه اینترنت، کینایی که ما انجام داد. باریکلا. این پسرتون این در سال تشنج داشته، چه سالی گفتی؟ سال 77 تشنج داشته این پسرش. با کمک عقرب تشنجش خوب شده. حالا سکوت بکنید. این عقرب ها رو روی سر و صورت بچه هاش میریزه، با دقت ببینید. کار بسیار خطرناک، عادی، وحشتناک. میچرخن. فقط سکوت کنید ببینید. بچرخید بچه ها همینطور. اگه میشه فقط یادتون نره ببرید قربون دستت، نیفته اینجا. نه وردار ببر، الهی فدات شم. ما فردا صبح میخواییم بریم. خب تعداد عقربا رو بلدید؟ چند تاست؟ 42 تا. اینجا 42 تاست. خب بچه ها میتونن بچرخن، همینطور که عقربا رو سرشون هست یواش یواش بچرخید. ببینید این عقربا، خود بچه ها عقربا رو دارن بازی میکنن باش، بین هم تقسیم میکنن. ماشاءالله. خب من میگم حیف نیست این مردم دوست داشتنی کرمان، این عزیزان با شهامت رفسنجانی، عقرب الان روی دماغه. این کار بسیار خطرناکی و مهارت زیادی میخواد. دوست ندارید یه دست محکم به افتخارشون بزنید؟ قربون دستت، اینا رو فقط ببر. ببینید واقعا باریکلا، آفرین. عقرب جانمونه، انشالله که همیشه سلامت باشی. چند تاش گم شده؟ تو جیب کت من نره اونور. خب اینها فقط یعنی اینها طوری، یعنی فقط و فقط خانومتون رو نیش میزنه دیگه. عجب بی انصافی است. پسرهای بزرگی هم دارم که اونجا نشستن. منتها خب روی این برنامه چون که این بچه ها بازیشون با همین عقربا هست، الان اون 2 تا فیلمی که ما ساختیم قسمت مارا هست که مارای حفی پولکی ارهیه، مارای شترماره، مارای زنگیه، مارای کوکماره، مارای جعفری رفسنجان هست که اون فیلم انشالله از شبکه 2. مرسی انشالله. خب من تشکر میکنم. مرسی به خاطر آقای شیرزاد، مرسی از عقربا. اگر میتونید برید بچه های عزیز، عقربا رو میتونید جا نذارید، الان همش پیدا شد قربون دسته. همینطور که این عقربا رو صورت بچه ها هست. جا نذاشتی جان من؟ ما ببین ما هنوز کلی هنرمند داریم.
خب شما بچه های عزیز ما، این دو بچه ها همینطور که این عقرب ها هست میان پایین دور میزنن، نیان، منظورم اینه که نمیان. چطور پیش من باشد پیش شما نباشد؟ شما که ما که مهمانیم. خب چون خیلی بچه ها دوست دارن بیان خدمت شما، نترسید، نگرانی نیست. من از شما تشکر میکنم. همون پایین عقربا رو میتونید بذارید، خطر ایجاد نمیشه. قربون دست آقای شیرزاد. بچه ها خیلی ممنون، همیشه عقربی باشید. مرسی. من اتفاقی برام نمیفته که دست دادم الان عقربی نمیشم. مرسی. یه دست قشنگ به افتخارشون بزنید، بنشینن. صدای دستشون